سوال گاهی از حسابی درد یک عضوی بدن میشود که نماز رو خوانده نمیتونیم قضا میشه چیکار کنیم؟ نه، قضا نکنید و شما میتونید اگر بی نهایت سخت درد کند دو نماز یکته کرده خوانید. یعنی مثلا پیشین در ابتدای وقتش نخوانید و صوتی یک درد کرده است، دو دردش نفرومد، سه دردش نفرومد، هو سه و سی و دردش فرومد آخری وقتی پیشین همون وقت با خوانید و یک بار عصر هم خوانده گیرید بدی 5 دقیقش عصر میدارد مثلا همون یک طهارتی کردگیتون که عصر هم خوانید خیل کنید و لیکن قضا نکنید. یا اینکه نشسته خوانید، خواب کرده خوانید، تکیه کرده خوانید از ابتدای وقت تا آخری وقت. مثلا بعضی نمازها 3 ساعت، بعضی نمازها 5 ساعت است. مثلا نماز خفتن 5-6 ساعت وقت داره. شما اگر دردتون شدت یافته باشد در ابتدای وقتی خفتن صبر کنید تا اون زمانی که دردتون سبک میشه. مثلا بعضی داروهای تناول میکنید بعد 1 ساعت تاثیر میرسونه، دردتون آرام میشه، همون وقتا نخوانده گیرید. یعنی لحظه ای که امکانیت هست اگرچه نشسته باشدم، اگرچه به پهلو زده باشدم، وقتی مناسب یافته خوانید و قضا نکنید.